سنوی خود ظلم میکنن یا خسر سر سنو بازی چی میگه خیر از پدرم است، هر چی که میزنه حق داره. چطور حق دادی؟ چی حق داره؟ پدر سر سنو ظلم کرده رای تو چطور اجازه میتی؟ یا مادر نه خشوع سر سنو اجازه داده رای؟ خیر از مادرم است، میزنه میکنه هر روز زده و کندن روانه، تو ظلم است. قال زهری لئلا یتکل احد ولا یئس احد. حتی ایوار میزنه، نه ایوار میزنه. یک دختره که آوردن عروسی کردن چی میگه؟ تو اینمی ایوارام پول شاورت است، خدمت ازیام سرت فرد دادم، کل اینمی خانه سر تو است. میگن یا نه؟ کل اینمی خانه را باید باج شاور داری. بیچاره ایران میمانه چی کنه؟ باز یک کمی تا بالا شد کالاش ناششتمان بوتش رنگ نشدی خلاص زده نکن. این ظلم از ظلم. حتی شاور حق نداره کالاش سرش بشه، واجب نیست. شاور باید خودش بشه، شاور حق نداره. باز اگه یک مرد گفت که ای تو بازورا میگنی چقدر بد اخلاق بوده. سروزنی تو ظلم است، تو ظلم است. من که عروسی کردم کل برادرای من گفتم هیچ کس حق نداره زدن. گفتم من حق ندارم، بنا حق شما خود آدمای لیست، شما خود هیچ حق نداره. او گفتنی چه قسمت؟ گفتم می اسلام است، اسلام میفهم یعنی هر کی کار خدا خدمت کرد و یک کار اخلاقی است، واجب نیست سرش. میکنه خانه‌ش آباد، نمیکنه کار تبوک خدا. اگه نکرد حق زدن نداری، حق زدن نداری. اینی رو بفهم، گپ اسلام. اگه این کار قبول نکردی باید گپ ما شما خراب میشه. برو دیگه پشت کاره دیگه همین گپ اسلام عملی کنی. خانواده که خوشحال شده بود تو، ولی ما میگفتیم ملالت میکنه و زدن و کندن است نه. حالا خویی بسیار دختر ما آرام شد در خانواده نه. زدن دیگه جای راستی زدن و کندن مثلا فهمیده؟ ما میگن اینمیتو، ما گفتم نه اینمی حکم اسلام است. دل مردم میزنن دوست داری؟ بله دوست داره، الحمدلله. همون قسمی که رسول الله سلام عایشه میگه هیچ خانمای خدا لط نکرده. رسول الله هم دوست داشت، ما هم دوست دارم. العلماء ورثة الانبیاء، وارثین سید دیگه باید باشیم نه. حتی رسول الله هم با خانم خود مسابقه دوش کرده. عایشه میگه که وقتی که میگه من سبک بودم مسابقه دوش کردم، رسول الله هم پیش کردم در دوش. دیگه فهمیده در سفر رفتیم مسابقه کردیم، میگه من گران شده بودم او مرا پیش کرد. یک روزی که خوش طبیعی میکرد. ما شما که خانم خود مسابقه دوش میکنیم تو یک سلام نمیتیم سلام نمیتیم نه. یک سلام که سلام میگه بزن کی سلام داده زنه در کلید بالا میکنی نه. حتی بیچاره که در خانه میه نه، در او که در خانه میه سلام میته او شاور چی میره یک سلام شالک نمیگه، خودش خود سلام نمیته، سلام خانم خدا علیک نمیگیره. این خلاف اسلامه، خلاف طریقه پیامبر صلی الله علیه و در نماز ببینید در مسجد قرار استاد نماز کل اسلام عملی کو. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، با همه جوانبش داخل شده اسلام. با یکم تا چی میگه؟ اگه تو کنی مردم میگه زن خدا دوست داره. گفتم الحمدلله، بکاش که بگویه خوب است. همین کار اسلام هم است که دوست داشته باش. الله در قرآن میگه و جعل بینکم مودة و رحمه، دوستی و رحمت الله در بین خانم شوهر جان باید بکنی. اینمی کاره همین حکمت ازدواج همیست. ازدواج همیست که محبت باشه. ها و محبتی که کدام محبت نامشروع است که از حکم اسلام یا از انجام یک مسئولیت اسلام تو را خانم مانع شد. بگوید که بخاطر ما اینی کار نکن، نه اینجا به او درجه نباشه. مثلا نگوی بگوید که دکتی این مردم در دعوت نرو خطرات از بندی میشی نه. بگوید نه دیگه اگر تو بندی شوی باید من چطور کنم؟ یک روز اگر نباشی باید من میمرم نه. باید خیر اگر مردی اگر مردی خیر است من میرم در میرا. اینی گفار اگر گفت یک روز تو نباشی من میمرم از غمت
بگو نه دیگه اینقدر محبت نمیکنم. حتی با دی بار روایت هست که عبدالله بن عمر رضی عنه خواستش، بسیار یک خانم زیبا داشت، دوستش هم داشت، در جهاد ای ذره سستش کرده بود، از جهاد سستش کرده، مانعش هم نشده. عمر رضی عنه گفت خانم تا طلاق بده، امر کرد، گفت من پدرت هستم میلش کن. گفت دلیلش همیست که در جهاد تو را سست کرد. گفت نه یا رسول، قبول نکرد، رفت شکایت کرد به رسول الله سلام، از بچه خود شکایت کرد. او خود رسول الله سلام خود رئیس بود، نه رئیس دولت بود. گفت یا رسول الله من بچه من میگم طلاق کو نمیکنم. شاید پرسان کرده باشه پیمستم چرا؟ گفته بعد از عمر خواست عبدالله را، گفت که پدرت چی میگه؟ گفت میگه این تو. گفت اطیع اباک، گفت از پدرت اطاعت کن. و آفرین از وام، یعنی خانم بسیار بر انسان شیرین است والله، قساخت است. نه رفت خانم خود طلاق گفت برو طلاق است، طلاقش داد به خاطر الله، خاطر که در جهاد سستش کردم. نه حالا ما رو میگن میگه پای سوچای بالا رو نزنی، خب که باز ما خراب میشیم. نه کلگی میگه، مادرم میگه، پدرم میگه شعله تا بخو پرده تا بکو، شعله تا بخو پرده تا بکو. نگفتیم که کارا رو نکنی، دیدی هیچ کس به دردت نخورد. ما میگم خود دیگه این میخو گپ اسلام میست، ما میکنیم نمیشه. گفتم مجبور هستم. گفت کی مجبورت کرده؟ تو الله حکمش همینطور. از او سنم میترسم، هم از ایسو میترسم، از او بندی خانه میترسم. او بندی خانه را شدید میدانم، خیر ای بندی خانه گمش کن. این جدایی خانم آسان است، اونجا رو با چی میکنی؟ از او میترسم. عالم بسیار مسئولیتش کلان است. خب عالم شدن آسان نیست، مجبور حق بگویی دیگه، نگویی. خب حدیث صحیح است که کتم علما، کسی یک علم پنهان کنه که او علم ضروری است، الجم بلجام من النار یوم القیامه، قیزه آتشی در دهانش انداخته میشه. یه حدیث صحیح است. خب بسیار علم آسان نیست دیگه. زهری میگه که لئلا یتکل احد ولا یس احد، میگه و ناامید نشد یکی و دیگه ای که اتکام نکنه به اعمال خود که هرچی کرد. خب یه حدیث کی روایت کردگی است که این خانم الله نجات داد، رواه البخاری در رقم حدیث در کتاب الخلق 3318، مسلم رقم حدیث 2242. خشاش الارض حوام الارض، یعنی حشرات میخورد، موشوی گپاره نماندش که استفاده کنه. ظاهر الحدیث است که ان المرأة عذبت بسبب قتل هذا الحره، زن عذاب داده شد، داتش محکوم شد به سبب کشتن این پشک که حبسش کرده بود. قال عیاض می یحتمل ان تکون المرأة کافره، احتمال داره میگه زن کافر بوده باشد. فعذبت بالنار حقیقتا، حقیقتا با عذاب آتش داده شد، یا به حساب، لأن من نوقش الحساب عذبه، زیرا کسی که در روز قیامت مناقشه شد که چرا کار کردی، باز جای داده شد، عذاب داده میشه. او کسی را که الله بخواهد در جنت ببره، گناهش برش نشان میده، باز پنهانش میکنه، نمیگه که چرا کار کردی. گفت چرا کار کردی، جواب کسی نداره بشالله. ثم يحتمل ان تكون المرأة كافرة، بعد می احتمال است که زن کافر بوده باشه، فعذبت بکفرها، عذاب داده شد به کفرش، و زیدت عذابا، این عذاب زیاد شده باشه. معنی قول زهری است که حدیث اول ذکر کرد، خاف ان سامع یتکل علی ما فی، می ترسید که سامیش اعتماد نکنه به آنچه که وسعت رحمت الله است. یعنی یک پشک بند کردم خود توبه نکرده، رحمت الله وسیع است، ولی اگر میره ناچیز دانستی همی گناه را داتش میبرید. و عزم الرجا، دیگه بسیار امید کلان بکار است. یه حدیث یک جای کرد، حدیث حره که فی من التخویف، دوسو تخویف بود. این حدیث چرا آورد؟ اول ترساندن بود که پشک بند کرد، نه باز ای سگه که آب داد، الله ای را از آتش نجات داد. تا که خوف رجا، امید و رجا اردوش باید در ایمان جمع شود. وقد صح ذلك عن النبي صلی الله علیه و این حدیث صحیح بخاری مسلم اردوش روایت کرد. همون زنی که سگ آب داد، نه الله او را بخشید گناهش و او پشک بسته کرد، اردوش حدیث بخاری است. نسبت صفت تعجب لله سبحانه و تعالی
صفت تعجب برای الله ثابت است. در این باره و عنه مرفوعاً ابو هریره مرفوعاً روایت میکنه که عجب ربنا من قوم یقادون الجنه، تعجب میکند رب ما از قومی که برده میشن به جنت به سلاسل، به زنجیرها به طرف جنت. رواه احمد و بخاری. حافظ در فتح میگه در فتح الباری قال ابن الجوزی معنام انهم اسروا و قیدوا فلما عرفوا صحة الاسلام دخلوا طوعا فدخلوا الجنة فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول، وكأنه أطلق على الإكراه التسلسل، ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مكان سببه. خب در روز قیامت میگه به اینا آورده میشون، الله اول اینا را به چیز میارد، خب به زنجیرها بسته شده است. همین مردم ها در زنجیرها بسته شده، خب ولی الله یک بار اینا را عفو میکنه. به زنجیرها به طرف آتش روان است، یک بار الله میگه من عفوشان کرد، باز به طرف جنت برده میشن که زنجیرها با در نزدیک دروازه جنت زنجیرهایشان میشن داخل میشن. یک بار رحمت الله اینا را میپوشاند. یکم دفعه میطور است که یک کسی گفت مرا به طرف اعدام میبردن، دار اعدام در زنجیرام در پایم بود دیگه، گفت امید نو بالا میکنن که یک نفر از بیرون صدا کرد او چیزی که سرخ یک دستمال بالا که سوزه، میگه چیغ زد آخری مردم ها دید پایین شدن، چی گفت بیا که بخشیده شده. پس گفت زنجیرها را واز کردن، در یک موتر لکس مرا شاندن برد. امین معناش انهم اسروا بندی شدن و قد قید شدن فلما عرفوا صحة الاسلام، صحت اسلام که فهمیدن دخلوا طوعا در اسلام داخل شدن و خوشحالی فدخلوا الجنه و در جنت داخل شدن. اکراه مجبور کردن به قید سبب اول بود، اینالی سبب دخول جنت شد که به سبب از اینکه اسلام قبول کردن. اگر این اول مستحق چی شده بودن؟ جهنم شده بودن. صبر الله سبحانه و تعالی علی الذین یدعون له ولدا، الله متعال به بالای کسایی که اولاد برای الله فریاد میکنن چقدر صبر داره. ابو موسی اشعری میگه عن ابی موسی اشعری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما احد اصبر على اذى يسمع من الله يدعون له الولد ثم يعافيه ويرزقهم. میگه رسول الله هم گفت که هیچ کسی صبرناک از الله کده نیست، الله بسیار صبرناک است به گناه بندای خود. علا ازین به او ضرری که یسمع من الله که با الله میشنوانند، بزرگترین ضرر به الله رساندن چیست؟ یدعون له الولد، که بگه الله اولاد داره. الله در قرآن میگه تکاد السماوات یتفطرن من فوق، قریب آسمانا پاره شد با بالایشان. ان دعوا للرحمن ولدا، این که برای الله اولاد فریاد میکنن. الله بسیار در این بد میبره، نفرت داره، قریب میاد که از قهر الله آسمانا پاره شد. ثم یعافیهم، الله چی میکند؟ اینا را عفو میکند، عافیت میته، صحت و رزقشان میته در دنیا. نه امیال ببینی 60 سال برای الله یا ابن الله عیسی را گفته میره، یا عزیر فرزند الله برای الله، ملائکه را ای دخترای الله خواسته میره، جنیات آواز کرده میره، بعضش میگه جن اولادای الله، بعضش میگه ملائکه دخترایشان. هدایت قرآن هم میگه الله بسیار صبر میکنه. یعنی یک آدم تو را 24 ساعت دو زده برو تو نانش بیتی میتی، یک بار دو زده دیگه خلاص. ما و شما هم یک بار دو زده نان میتیم نه حتی میشه نه روزی. یک تا رو بگو برنج برش روان کرد یا دو زده گفت ای تو چتیات گفت راست بگو که باید بطلبش بگو راست می خوب کردیم که گفتیم باز نان میتیمش گوشنم باشه، میگم بندیش کو نان نتش خوب لتش کو بانش که از گوشنگی بموره. اگر یک کسی بیا بگوی مو گوشنه است باز بری بگوی دو میزنی، بگوی دو میزنم، اگر بمورم هم دو میزنم، با نان میتی آخاد یک دو مشت دیگه هم در دانش زدی بموری دا تو را بکشم، میگه بانش که از گوشنگی بموره. الله رسای کو الحمد تو سبحان الله 24 ساعت مردم دو دشنام میته می شرک، ولی الله او را چی میکنه؟ نان داده میره، هم صحت نه مرض میاره در جانش. هم همین کافرها را سعی کنی، همین رئیس جمهورای کافرها نه چی کارا میکنه، چقدر الله صبرناک.